سلام رفقا، من علیرضا راد هستم. امیدوارم که این آموزش براتون مفید باشه. اگر که دوست داشتید آموزش رو لایک بکنید و ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب داشته باشید. بریم سراغ آموزش. گزینه بعدی که اینجا هستش فریم بلندینگ هستش. برای توضیح فریم بلندینگ اجازه بدید من یک ویدیو اینجا بیارم. خب این ویدیو رو میارم میندازم این بالا، قرار بگیره روی همه لایه ها. لایه‌ای که بالاتر از همه هست به ترتیب لایه عین فتوشاپ، لایه‌ای که بالاتر از همه هست اولویت نمایش داره، بعد لایه زیریش و بعد پایینیش. اگه من جای اینو تغییر بدم نگاه کنید متن من میاد رو. خب حالا فعلا اینو میارم پایین، فعلا هم به این احتیاجی ندارم، اینو شای میکنم مشخص نباشه. ببینید من میخوام این ویدیو زمانی که رسید به این قسمت یه بار تاپ میخوره میاد جلو، زمانی که رسید به این قسمت از اینجا اسلو موشن بشه تا این قسمت. خب یعنی حدود 1 ثانیه اسلو موشن بشه. برای این کار مجبورم فعلا برای اینکه این قسمت رو بهتون توضیح بدم بیام از قسمت تایم ریمپینگ رو فعال کنم. 2 تا کی فریم میذاره اینجا، توضیحات کی فریم رو بعدا میدم خدمتتون. فعلا با توضیحات کی فریم کاری نداریم. من یک کی فریم اینجا میزنم، فقط میخوام بگم که این دکمه چیکار میکنه. میام جلوتر تا اینجا و یک کی فریم دیگه اینجا میزنم. خب الان اطلاعات بین این 2 تا کی فریم این محدوده هست، درست؟ خب اگر که من فاصله این کی فریم ها رو با هم دیگه زیادتر بکنم، دارم میگم اون اطلاعات رو کش بده. توی 1 ثانیه بود، الان کش بده توی 3 ثانیه. خب نتیجهش میشه به این شکل. ببینید اینجا اسلو موشن. خب منتها حرکتی که الان اینجا هستش حرکت پله‌ای هست. اینجا خیلی نرم داره حرکت میکنه، به اینجا که میرسه حرکت پله‌ای میشه، پلکانی میشه. اون همون فریم هاست، همون عکس هاییه که کششون دادیم و به این شکل حالت پله‌ای داره. خب اگر که من اینجا فریم بلندینگ رو فعال بکنم و از این قسمتم برای اون لایه‌ای که میخوام فریم بلندینگ رو فعال بکنم، نتیجهش میشه به این شکل. میاد تا اینجا که میرسه نگاه کنید حرکت آهسته میشه و اون فریم ها رو با هم دیگه میکس میکنه. میبینید تناوب به چه شکل داره حرکت میکنه. خب اینو از اینجا هم میتونید داشته باشید. لیر فریم بلندینگ الان گذاشتیمش روی حالت فریم میکس، یعنی فریم ها رو داره با هم دیگه تلفیق میکنه، ادغام میکنه. گزینه بعدی که داره پیکسل موشن هستش. اگه من روی همین گزینه همینجا روی همین دکمه کلیک بکنم میره روی پیکسل موشن. ببینید خود لایه رو انتخاب میکنم، میام لیر فریم بلندینگ، الان رفت روی پیکسل موشن. از اینجا روی لایه هم کلیک بکنم بازم چی رو دارم؟ فریم بلندینگ. اینجا روی پیکسل موشن. روی خود فوتیج من راست کلیک بکنم نگاه کنید فریم بلندینگ پیکسل موشن. پس چند تا راه داره که این رو به این شکل بیاریمش توی منوها. از این قسمت هم که دکمهش هستش. خب این به چه شکل میشه؟ خب اینو ببینید، نگاه کنید میاد تا اینجا، شکل موشن کاملا متفاوت شد، حرکت خیلی نرمتر شده، پیکسل ها رو الان داره بهش در واقع اون ادغام رو میده، بهش میگیم پیکسل موشن. یه جاهایی داره لگ میزنه، مثلا این قسمت ها روی طناب خوب کار نمیکنه. این به خاطر ویدیو هستش دیگه. ویدیو چون حرکت دیگه خیلی سریعه اونجا رو نمیتونه تشخیص بده، یه جاهایش ممکنه لگ بزنه، اما روی خود سوژه که این کودک هستش خیلی خوب داره کار میکنه. خب بسیار عالی. پس این از این قسمت که فعال سازیش میشه از اینجا و برای کل کامپمون از اینجا. خب من اگه فریم بلندینگ رو از اینجا غیر فعال بکنم دیگه فرق نمیکنه اینجا لایه‌ای از فریم بلندینگ استفاده میکنه یا نه، کل کامپ فریم بلندینگش غیر فعاله. پس همزمان باید این دوتا با هم دیگه فعال باشن. خب این دوتا رو من میبندم، شای رو هم برمیدارم دیگه، به این ویدیو فعلا احتیاجی نداریم.
خب میرسیم به قسمت بعدی که مربوط به موشن بلار هستش. اینم دقیقاً مثل این ستا کلیک زمانی هستش که توی تایملاین توی این قسمت من موشن بلار لایه رو هم فعال کرده باشم. خب بیایم ببینیم که چی هستش. من همین تکستی که دارم رو میارمش این بالا، بعد اینجا خصیصه‌ای داریم به عنوان پوزیشن رو براش فعال میکنم. توی تایملاین میام جلو، توضیحات کامل تایملاین رو بهتون میدم بعدن که این کی فریم ها چی هستش و داره چی کار میکنه. این رو میارم اینجا. خب این حرکت توی 1 ثانیه به این شکل هست، درست؟ اگر که من بگم که این 1 ثانیه کوتاه‌تر بشه، این حرکت خیلی سریع‌تر میشه، درست؟ یه ذره دیگه سریع‌ترش میکنم، میشه به این شکل. من ان میزنم، ورکریامو اینجا میبندم که این چند بار تکرار بشه به این شکل. یه موقعی هست مثلا یه ماشینی داره حرکت میکنه، یه توپی رو پرتاب میکنیم یا دستمون رو تکون میدیم توی ویدیو، یه حالت محوی داره به خاطر حرکت سریع، یه حالت محوی موشن میگیره، موشن بلار میگیره اصطلاحاً بهش میگیم. اون رو ما توی موشن هامون هم میتونیم پیاده بکنیم و برای اینکه کارمون قشنگتر بشه حتما هم باید پیاده بکنیم. اینجا من میتونم موشن بلار خود لایه رو فعال بکنم. بعد از اون به خاطر اینکه تاثیرش رو توی کامپم ببینم باید موشن بلار کل کامپم رو فعال بکنم. حالا نتیجه رو ببینید بچه‌ها. اینجا نگاه کنید، این همون حرکت موشن بلار هست. خب حالا هرچی اینها به هم دیگه نزدیک تر بشن، اون موشن بلاری که داریم کشیده تر میشه. نگاه کنید اگر من خیلی این رو باز بکنم اصلا شاید موشن بلار نداشته باشیم. اگر هرچی نزدیکتر بشن به هم دیگه به این شکل اون حرکت و اون موشن بلار سریعتر خواهد بود. برای حرکت یک آبجکت که سرعتش رو نشون بدیم توصیه میشه که از موشن بلار هم حتما استفاده بکنید. حالا توی پروژه هایی که بعدها انجام میدیم میبینیم که موشن بلار چه تأثیری میتونه روی کل پروژه‌مون داشته باشه. خب پس این شد قسمت موشن بلار. حالا موشن بلار کجا عمل میکنه؟ یکیش روی پوزیشن عمل میکنه، روی اسکیل عمل میکنه. مثلا من اینجا اسکیل بدم، یه ذره بیام جلوتر و این رو بزرگترش بکنم. نگاه کنید درست. روی روتیشن عمل میکنه. من اسکیلش رو همینو کنترل سی کنترل وی بزنم اینجا بیاد، بعد برعکس بکنم این رو. حالا بیام سراغ روتیشن تا اینجا بگم که به این شکل بچرخه. خب نتیجهش میشه اینجوری. خب حالا اگر موشن بلار فعال نباشه ببینید چجوری میشه. کارمون خیلی خوش میشه با موشن بلار. ببینید تاثیرش رو. خب بسیار عالی. فعلا اینا رو پاک میکنم. گزینه بعدی که اینجا هستش بچه‌ها گراف ادیتور هست که خیلی مبحث حرفه‌ای هستش که انشالله بهش رسیدیم توضیحاتش رو کامل میدم. حالا اگر بخوام یک توضیح همجوری بهتون بدم که اصلا داره چی کار میکنه، من بیام اینجا پوزیشن رو براش کی فریم ایجاد کنم، یه مقدار بیاد جلوتر، بعد بگم که بیاد به این شکل این پایین قرار بگیره. خب الان حرکتی که داریم به این شکل هست. خب من اگه اینها رو انتخاب بکنم، راست کلیک روی خود کی فریم ها ایزشون بکنم، بیام توی ادیت گراف ادیتور، اینجا نگاه کنید من میتونم بگم این حرکت به این شکل باشه که حرکت اول آهسته باشه، بعد سریع باشه و یه همچین نتیجه‌ای رو داشته باشه که توی موشن هامون فوق‌العاده کار رو میتونه قشنگ بکنه. پس توضیحات گراف ادیتور رو توی یک جلسه جداگانه کامل خدمتتون توضیح خواهم داد. خب یو که بزنم کی فریم ها به من نمایش میده. کی فریم ها رو فعلا پاک میکنم، احتیاجی بهشون نیست. بیایم این پایین. بچه توی این قسمت ما لایه هامون رو داریم. مثلا الان یک لایه من اینجا دارم، یه لایه دیگه هم به عنوان شیپ من اینجا ایجاد میکنم به این شکل. خب دو تا لایه دارم، درسته؟
اگر که دقت بکنید یک لایه شیپ هستش، علامتش این ستاره هست که بغلش افتاده. لایه دیگه ای که داریم اینجا لایه تکست هستش و علامتش هم حرف T هست که اینجا قرار گرفته. هر کدوم از این لایه ها رو انتخاب بکنم یه کادری، یه باندی دورش میندازه که مشخص میکنه که توی کامپ ویورمون، توی سینمون کجا هستش. نگاه کنید، این باند قرمز هست، این باند آبی هستش. دلیل این رنگ هم رنگی هستش که اینجاست. من میتونم این رنگ رو تغییر بدم، مثلا اینو بذارم روی سبز، اینو تغییر بدم بذارم روی هر رنگی که میخوام، یا اصلا بگم رنگ نداشته باشه. حالا من یه رنگ براش در نظر میگیرم، ازش کپی میگیرم با کنترل دی فعلا. خب اینجا اگر من رنگ ها رو انتخاب بکنم، نگاه کنید یه گزینه داریم Select Label Group. اگر Select Label Group رو بزنم همه لایه هایی که اون رنگی هستن رو برام انتخاب میکنه، سلکتشون میکنه. پس این از این گزینه. کجا به کار میره بچه؟ مثلا توی پروژه هاتون یه پروژه دارید مثلا مربوط به یه کاراکتریه، تمام کاراکتر رو بیاید یه رنگ بذارید. یه پروژه دارید مثلا توی پروژه یه سری تکست ها هستش. تکست البته به صورت خودکار هر چی تکست میسازید شما. من الان اگر که یه تکست بسازم، نگاه کنید رنگ پیش‌فرضش قرمز هست که این رنگ ها رو میتونیم تغییر بدیم. حالا جلوتر یاد میگیریم که اونها رو هم تغییر بدیم. این تغییر رنگ ها کمک میکنه که اینجا تایملاین ما خلوت‌تر باشه، لایه‌های مرتبط رو خیلی راحت‌تر شناسایی بکنیم و انتخاب بکنیم. کلا خیلی کاربردی هست. خب برگردیم سمت چپ این داستان. بچه‌ها یه دونه چشم هستش. چشمش رو که من بزنم نمایشش نمیده، عین فتوشاپ. و اگر که چشمش خاموش بشه و رندر بگیریم کامل اصلا اون لایه نیستش توی رندرمون. این هم باز مثل فتوشاپ. یه گزینه صدا داریم اینجا که اگر ما ویدیو آورده باشیم توی کامپمون، نگاه کنید این گزینه صدا برای ما فعاله. میتونم بگم صدای این ویدیو قطع باشه یا بیاد. خب گزینه بعدی که اینجا هستش سولو میکنه. سولو یعنی تنها اون رو نمایش بده. مثلا من بزنم شیپ لیر یک من فقط نمایش شده بشه، یا دو تا هستن، این دوتا رو با هم دیگه سولو میکنم توی کل کامپم. برای اینکه کار ما راحت تر باشه توی تایملاینمون و مثلا من فقط با این لایه شیپ کار دارم، میتونم این رو سولو کنم و حالا شروع کنم روی پراپرتی هاش کار بکنم، حرکتش رو، اسکیلش رو، روتیشنش رو، اینا رو همه رو انجام بدم. بعد از حالت سولو در بیارم که کل کامپمون داشته باشم. وقتی که سولو باشه کامپم سبکتره دیگه، بقیه رو نمایش نمیده، کامپم سبکتر. گزینه بعدی قفل هستش. من میتونم قفل بکنم این لایه رو همینجوری به این شکل. من میتونم الان تکونش بدم، قفلش بکنم، دیگه نمیتونم تکونش بدم. لایه های دیگر رو فقط میتونم تکون بدم. پس این از حالت قفلش. بچه‌ها نگاه کنید این قسمت بالا رو من میتونم جابجا هم بکنم، مثلا بیاد اینجا قرار بگیره. اما پیش‌فرض خودش خوبه این سر جاش باشه، خیلی بهتره. یه سری از اینا من میتونم جابجا کنم، مثلا کیز رو میتونم جابجا کنم، سورس نیم رو نمیتونم جابجاش کنم. گزینه بعدی کیز هستش، کی فریم هایی که ایجاد میکنم. مثلا روی این شیپ من این چشمش خاموش کنم راحت‌تر ببینیم شیپ رو. شیپی که اینجا دارم مثلا توی ترانسفورم به پوزیشنش کی فریم میدم. پوزیشنش به محض اینکه بهش کی فریم میدم اینجا برای من ظاهر میشه. این توی کیز برای من میزنه که الان من کی فریم ایجاد کردم، دقیقاً هم روی این کی فریم وایسادم، به خاطر همین این آبی شده. اگر جابجا کنم نگاه کنید CTI رو جابجا میکنم دیگه اون قسمت آبی نیست. مثلا اینجا یک کی فریم دیگه میزنم، با جابجا کردنش کی فریم براش ایجاد میکنه. خب ببینید میتونم بین کی فریم ها اینجوری حرکت بکنم که البته این میانبر داره، میانبرش هم خیلی خوش دسته که توی جلسه میانبرهای افتر افکت کامل این رو براتون توضیح میدم. خب پس این شد از قسمت کیز. من کی فریم هاش رو پاک میکنم، کل لایه پاک شد. یو میزنم کی فریماش بیاد. خب کی فریماش رو حذف کرده، فریمی نداریم. خب لیبل رو که گفتم خدمتتون، یه گزینه اینجا داره که بچه‌ها باز بکنید اینجا رو، هر لایه‌ای یه سری اطلاعات رو میتونه بهتون بده. توی همشون تقریبا میشه گفت توی همشون ترانسفورم یکی هستش. مثلا آقای شیپ لیر ترانسفورم داره، اینجا تکستمون ترانسفورم داره، این ویدئویی که اینجا آوردیم ترانسفورم داره. یعنی میتونه یه سری خصیصه ها که میشه انکر پوینت، پوزیشن، اسکیل، روتیشن و اپاسیتی رو جابجا بکنه. توی همه اینا یکسان هست.
خب پس از این قسمت من میتونم چیکار بکنم؟ اون اطلاعاتی که مربوط به اون لایه هست رو ببینم. یه سری چیزا هم توشون متفاوته، مثلا برای شیپ ترانسفورم یکیه ولی توی شیپ کانتنت داره، توی تکست رو داره، یا توی فیلم یه فوتیجی اگر باز بکنم نگاه کنید آدیو رو داره. اینا ممکنه متفاوت باشه برای هر لایه‌ای که اونها رو هم بررسی خواهیم کرد. خب من کل لایه ها رو اگر کنترل آ بزنم کل لایه ها انتخاب میشه. این دکمه رو بزنم همشون با هم دیگه کالپس میشن. اگر به این شکل بزنم دوباره همشون باز میشه، به این شکل بزنم جمعشون میکنه. خب